امشب شیفتت رانندگی اتوبوس شبانه هست. قبل از اینکه موتور رو روشن کنی چند تا چیز باید بدونی. اگه گوش نکنی شاید مثل راننده قبلی هیچ وقت به انتهای مسیر نرسی. اول از همه، بعد از ساعت 1:45 نیمه شب اگه مسافری سوار شد که مقصدش ایستگاه آخر بود ساکتش نکن. فقط تا ایستگاه سوم برسونش و هرگز به عقب نگاه نکن. دوم، آینه وسط بالای سرتو تا صبح تنظیم نکن. هرچی میبینی فقط انعکاس نیست. سوم، اگه مسافری خواست وسط تونل پیاده بشه نذار، چون اون تونل خروجی نداره، هیچ وقت نداشته. و آخرین قانون، اگه موقع برگشت کسی تو ردیف آخر نشسته بود و گفت مسیر رو اشتباه اومدی، ترمز نزن، نگاهش نکن، فقط گاز بده، چون اون هیچ وقت سوار نشده بود. راستی میگن اگه تونستی تا سپیده دم زنده بمونی و اتوبوس رو خاموش کنی. قبل از پیاده شدن فقط یه کار باید بکنی، به صندلی ردیف آخر نگاه نکن. چون هر راننده‌ای که نگاه کرده صبح روز بعد صندلی خودش خالی پیدا شده و فقط صدای موتور اتوبوسش هنوز تو پارکینگ شنیده میشه.